پروردگار ما را از جمله بندگان رحمانی بگرداند، نه از جمله بنده های رمضانی. و هستن متاسفانه مسلمان هایی که اونها رو می شود گفت مسلمان های رمضانی نه رحمانی، فقط و فقط در ماه مبارک رمضان اونها عبادت میکنن، طاعت میکنن، همین که رمضان خاتمه یافت دیگه خدا رو فراموش میکنن، مثل که خدا فقط برای اونها در ماه رمضان وجود دارد، مثل که مقام معبودیت برای خدا فقط و فقط در ماه رمضان است. همین که ماه رمضان به پایان رسید نعوذ بالله خدا گویا از کرسی خداییش، از کرسی معبودش معزول می شود، بنابراین دیگر نباید یادی از خدا کرد، نه طاعت و عبادت خدا کرد. خدا پناه گیرد از این طایف انسان ها. اینها انسان هایی هستند که توبه میکنن ولی توبه میشکنن. اینها انسان هایی هستند که اون قصر زیبایی را که در طول این یک ماه با طاعت و عبادت بنیاد کردن، بعد از رمضان با معصیت و غفلت او را به زمین یکسان و خرابش میکنن. بنابراین خدا نکند که در بین ما چنین افراد وجود داشته باشد. بنابراین دعا بکنیم که خداوند اون توفیقی را که در ماه مبارک رمضان شامل حال هر یک ما گردانده بود، در تمام سال، در دوام سال پروردگار برای هر کدام ما مستدام بدارد. آمین.